فیلتر تصفیه آب ساید بای سایدتون رو بهتر هر 6 ماه یه بار یا سال یه بار بستگی به ظرفیت فیلترتون داره چند گالون آب میتونه تصفیه کنه تعویض کنید. حالا نحوه تعویض کردنش چطوریه با هم همراه باشید تا بهتون یاد بدم. خیلی راحت و آسونه. روی فیلترها معمولا یه فلش داره که جریان آبو بهتون نشون میده. فلو زده که ورودی کجا خروجی کجا. ورودی رو بهش وصل میکنید، خروجی هم که وارد یخچالتون میشه. شیر آب قسمت ساید بای سایدتون رو میبندید یا دسترسیش خیلی سخت باشه. راحتش اینه که با یه چسب تا بزنید چیلنگتون رو دیگه آب بیرون نمیاد. خب این شلنگو که از شیر آب اومده به قسمت ورودی فیلترتون وصل میکنید. یه فشار میدید که کامل مطمئن بشید چیپ بشه. بعد از این قسمت این خار رو به راحتی جا میندازید که دیگه مطمئن بشید هیچ رقمه در نمیاد. شلنگ همینطور که میبینید وصل شده به قسمت شیر برقی، یعنی میره داخل ساید بای سایدتون.